میخوام بهت یه حقیقت رو بگم. ما قوی ترین رایانه جهان داریم و میتونیم ازش استفاده کنیم و میتونیم ازش استفاده نکنیم. اگه ازش استفاده کنیم به بهترین ماکسیموم لول حالت میرسیم و اگه استفاده نکنیم به نوکیا و صفر تو خالی میرسیم. مهمترین چیز اینه که ما از این ذهنمون بتونیم در طول مسیر استفاده‌های درستی کنیم و اینکه خیلی‌ها بودن که بدترین حالت استفاده ازش کردن و نمی‌رسه اصلا چه قدرتی داره این ذهن که بتونه همه افراد رو به جای بزرگ و بالا برسونه. من از تمام آدمای پولدار شنیدم و به دنبالشون رفتم و اینکه ویدیوهاشون رو دیدم که همه در مورد یک چیز واحد، یک علت العللی صحبت میکنن. اونم خداونده. خداوندی که همیشه بی‌نهایت بود و هست. این خداوند بزرگ ذهن رو به ما عطا کرد تا بتونیم همه چی رو درونش جا بدیم و ازش استفاده کنیم. ذهن انسان که فقط خیلیا کمتر از 1%، 2%، 3% یا 5% استفاده میکنن، مثل اینشتین و یا بیشتر. این مهمترین چیز اینه که ذهن ما به طوری باشه که بتونیم ماکسیموم ترین لول رو ازش استفاده کنیم و اون دستاوردی که خودمون دوست داریم ازش بگیریم. برای اینکه ذهنمون رو قوی تر کنیم نیاز به خیلی لازمه هایی داریم که بتونیم ازش استفاده کنیم. امروز قراره یکیشو از اونها بهت بگم و روش قوی کردن ذهن و از قدرت ذهن استفاده کنم که چجوری این قدرت ذهن به نهایت ممکن میرسه. بذار باهاش صحبت کنم. توی که داری این ویدیو رو میبینی خودت الان داری یه فکرایی در مورد من انجام میدی که مهم نیست چه فکراییه، ولی قطعاً وقتی داری منو نگاه میکنی حواست به یه جای دیگه است. یعنی یه حسی به من هست، داری یه چیزی میگی که خوبه، آره، ولی یه حس دیگه به یه جای دیگه است. یعنی هم داری به من فکر میکنی، هم به این الان که داری منو نگاه میکنی الان باز یه مقداری بیشتر نسبت به من اومدی سمت من. ببین حالت ذهنی ما ذهن خوندن نیست و اینکه ذهن قوی ترین ابزار جهانه که تو میتونی تفکر یه انسان دیگه و حتی یه کارایی رو به نفع خودت بکشونی. من خیلی دیر فهمیدم که هیچ چیز بالاتر از مهربونیت، سکوت، فروتنی و تواضع نیست و این هاست که انسان رو به بالاترین لول خودش میرسونه. یعنی همون هر چی که تو میخوای و دوست داری. یه روشی هست که روش گره‌گشایی خداه. این روش خیلی خیلی جوابه برای که قوی تر کنی ذهنتو برای سطح ابتدایی تا حرفه‌ای. این روش که اسمش از گره‌گشایی خدا به ما میگه که بچه‌ها ما فقط لازمش اینه که ذهنمون رو که قوی کنیم، ابتدا این که در مورد چیزهای درست و مثبت هر روز در مورد خودمون حفظ کنیم. بچه‌ها اگه ما طرز تفکرمون رو تغییر بدیم، زندگیمون به طوری دیدگاهمون تغییر پیدا کنه، زندگیمون متحول میشه و این مهمترین چیزه که من سالهاست به صورتی از دوران طفولیت دارم روی این کار میکنم و مهمترین چیزه واقعا هم نه، چون به صورت اینکه وقتی که تمرینش میکنی به صورت عادت میشه در زندگی و مهمترین چیز اتفاق میفته. اینه که تجربه من بوده شما باید هر روز در مورد خودتون هم در ذهنتون و هم در بیرون از خودتون یک آدم بسیار متفاوت بسازید که وقتی میرید جایی همه مردم به شما نگاه میکنن و در ذهنتون همیشه بهترین باشید. من از یکی پرسیده بودم که چرا اینکه تو اینجوری شدی به این ثروت دست یافتی؟ گفت من همیشه فکر میکردم وقتی که میرم جایی همه منو به عنوان یک ثروتمند و پولدار میبینن و میگفتم چقدر اینا خوششانسن که منو میبینن. و این مهمترین چیز بود که من ازش درس یاد گرفتم که میتونه میلیاردها دلار بیارزه. اینم بود که قدرت ذهن اگر افزایش پیدا کنه هر روز شما رو به هر چیزی بیشتری میرسونه. هر چقدر ذهنتون افزایش پیدا کنه قدرتش میتونید درآمدی بیشتری داشته باشید. چرا؟ چون که تفاوت انسان ها شاید تفاوت ظاهری زیادی داشته باشیم، یکی قدش بلند باشه، یکی چشمش مشکی باشه، یکی آبی، ولی بیشتر تو بحث ذهن آدم هاست و این ذهنه که میتونه اتفاقای بی‌نظیری برای همه جاودانه کنه. یکی ذهنش میکشه ازش استفاده نمیکنه و از بدنش استفاده میکنه میره یه کاری انجام میده و یکی از ذهنش استفاده میکنه یه کاری انجام میده که یه نفر اون درآمد رو نمیتونه حتی تو عمر 50 سالش به دست بیاره. مهمترین چیز اینه که ما بتونیم این ذهن رو قوی کنیم و تا جایی که میشه ببریمش بالا. و بهتون یه خبر خوش میدم، این به سطح حرفه‌ای نیست، چرا که چون این یک مسیره و مقصدی نیست که ما بهت بگیم، فقط به صورت سطح بندیه A to Z. این مهمترین نقشیه که ما بتونیم این ذهن رو ببریم بالا. ذهن انسان به طور خودکار تمام حرفا رو میشنوه و گوش میده و خیلی باهوشه و بعد حواست باشه که بهش چی میگی. معمولا 90% اینجوریه که ما ذهنمون رو به گونه‌ای بچینیم که به نفع خودمون باشه. یعنی بگیم نه
ولش کن، من نمیتونم. وقتی میگی من نمیتونم، دقیقاً تو اون جمله رو ساختی و خلقش کردی. من نمیتونم. ما قبلا انسان‌ها اصلا نمیتونستیم حرف بزنیم و وقتی که حرف میزنیم خودش یک معجزه است و یک اتفاق بی‌نظیریه که انرژی تولید میکنه. وقتی میگی من نمیتونم، تو دیگه نمیتونی و ذهن دیگه از اون حالت آف میشه و دیگه دنبال اون نمیری. وقتی بگی من چجوری اون ماشینه رو میتونم بخرم، این باعث میشه ذهنت به کار بیفته، حتی به بدترین روش‌ها و بهترین ایده ها رو برات میاره. ولی مهم اینه که ذهنت به کار میفته و وقتی که ذهنتو رو حالت آن بذاری و هر روز روش تمرین کنی، قوی ترین و مهمترین اصل زندگی تو بردی جلو. و خداوندم تو قرآن گفته که دانش بهتر از ایمانه. ایمان قبوله، خیلی جوره، ولی دانش و یادگیری علم و استفاده از این که بدونیم چجوری ذهنمون رو ببریم بالا و به ماکسیموم رفعش برسونیم مهمترین چیزه. این قضیه از اینجا شروع میشه که روش گره‌گشایی خدا یکی از بهترین روشاییه که خداوند انگار که به ما هدیه‌ای داده و ارسال بوده. اینه که شما باید یک کتابی بردارید، برای مثال هر کتابی که دوست داشتید یک کتاب برمی‌داری و اونو می‌خونی، به صورتی که یه ضمیر ناخودآگاهت به کتاب باشه و یه ضمیر خودآگاهت به خداوند وصل باشه. برای مثال بذار من یک کتابی برات بیارم. بذار یک کتاب پیدا کنم برات بیارم. این کتاب اثر مرکب. برای مثال ببین، وقتی که من این کتاب رو میخوام بخونم خیلی کمک میکنه. حالا در ویدیو بعد بهت میگم چجوری از قدرت کتاب استفاده کنیم. قدرت کتاب و این روش گره‌گشایی خدا چجوریه. وقتی ما یک متن رو میخونیم، برای مثال شما قبلا نیروی اراده رو انتخاب کردید و شکست خوردید. وقتی دارم میخونم حواسم به اینجاست. اون حواس ناخودآگاهی که هست، بهتون گفتم تو اول ویدیو که ما باید فوکوس کنیم رو هدفمون، اونو باید وصل کنیم به خداوندی که همه چیز رو برام گذاشته. هر روز خدا ما رو بیدار میکنه و یادش نمیره، ولی ما انسان‌ها هر روز یادمون میره که ازش تشکر و سپاسگزاری کنیم و این مهمترین اصل زندگی که نمیدونید چه قدرتی داره این سپاسگزاری و تشکر. این اینجوریه که وقتی که میخونید شما قبلا نیروی اراده خود را انتخاب کردید و از دل و ذهن به اون ضمیر خودآگاه وصلید و شکرگزاری کنید. یعنی همراه با اینکه متن رو میخونی شکرگزار خداوند باشید در داخل ذهنت. این باعث میشه که قدرت ذهنت به یه لول بسیار بالایی برسه که خود بگی وای پرام، این مهمترین اتفاقی بود که میتونه برات اتفاق بیفته. پس چی شد؟ بیا یه بار دیگه هم دیگه بریم. وقتی میگه شما قبلا نیروی اراده رو انتخاب کردید و شکست خودی، شما از اراده استفاده کردید و آن عادت را برای مدتی کردید. مثلا دفعه قبل فکر میکردید که کل وزنتون اضافه شده و اینا. بعد از داخل ذهنتون که وقتی که میخونید شکرگزار خداوند باشید، نگاه به این خواهید برد. تصور این بود که پارسال از همه آنها تماس فروش برخواهید گرفت و این اتفاقی میفته. شاید توی خوندنتون یه مقدار بد باشه، ولی بدونید چون که حالا الان من دارم ویدیو میگیرم اینجوریه، ولی مهمترین اصل اینه که اینو هی تمرین کنی. نمیدونم اصلا یه چند صفحه بشین بخون، اصلا شاید بعضی موقع به معنی اون چیزی که داری میخونی نبود و این لول بندیه و میتونیم ما اینو به 3 آگاه و 4 درجه یا 5 درجه برسونیم. این دومین درجه که یه ضمیر به خود متن کتابه، یه ضمیر به خداوند وصل میشه و یه ضمیر از دلمون میتونیم باز به خداوند وصل. این شو 3 تا و چهارمیشو اگر اینا رو انجام بدیم در قسمت بعد بهتون میگم که خفن ترین بخششه، ولی لازمش اینه که اولین بخش اینو انجام بدیم. قدرت ذهن انسان به طوری تنظیم شده که هر چیزی که دوست داشته باشه به خودش بکشونه. یعنی خداوند میگه تو چه چیزی میخوای من بهت بدم؟ اینا رو میخوای؟ اوکی، پس براش تلاش کن. مهمترین تفاوت انسان همین ذهنشونه. یه بار مربی تیم رونالدو میگه دوست داشتم اولین بازیم بود، میخواستم ببرم، به خدا گفتم خدایا من برنده این بازی بشم، ولی اون بازی رو باختیم. بذار اینو بهت بگم که خداوند همه انسان‌ها رو دوست داره. وقتی که من قراره با تو مسابقه بدم، تو هم میگی خدای کمکم کن، منم میگم خدای کمک کن. اینجا بحث تلاش و اون طرز فکر میاد وسط و مهمترین بخش همینه که تو ذهنتو قوی کنی، متفاوت میشی و دیدگاهت عوض میشه. یه آدم بنده خدا که نه، ولی یه آدمی که هیچی نمیدونه توی هر فرصتی یه سختی رو میبینه، ولی یه انسانی که خیلی غیور و قدرتمنده در هر سختی یه فرصتی میبینه. بچه‌ها سختی ها هستن که فرصت ها رو میسازن و مهم نیست که چه انسانی باشیم، که از کجا اومدیم، مهم اینه که به کجا میرویم. این مهمترین بخش اصل زندگی هر انسانی که بفهمه رسالتش چیه. من رسالتم این بود که این ویدیو رو بسازم و برای شما بیارم و با امید باشید که اگر
من یه چیزی به من اضافه شه یا یه چیزی به شما اضافه شه، هیچ چیزی از من کم نمیشه و هیچ چیزی به شما اضافه نمیشه. ولی مهم اینه که شما یا من یه چیزی باز مثبت به ما رسیده میشه. برای مثال توی که داری این ویدیو میبینی یه چیزی به علمت اضافه میشه و اینکه من دارم این ویدیو به من میگم یه چیزی برای من ایجاد میشه که این ویدیو تولید کنم و ازش بهرهای حالا لایک یا ویو اینا از اون قبیل هست، ولی اینکه من برم دنبال اطلاعات جدید و خودمو هر روز آپدیت کنم و شما هم از اون ور هر روز آپدیت تر بشید. بچه‌ها برای اینکه بخواید یه چیزی رو یاد بگیرید دو دیدگاه طولی و عرضیه. طولی یعنی طول زمان، عرضی یعنی اون مبحث خلاصه شدهش. طولی یعنی اینکه تو بری مثلا این مطالبو که تو این ویدیو گفته شده بری توی چند روز پیدا کنی، ولی عرضی میتونی در یک ویدیو 7-8 دقیقه‌ای یا کمتر از اون یا بیشتر از اون انجامش بدی. و مهمترین اصل زندگی اینه که بفهمیم این ذهن رو چجوری قوی کنیم. خب میگم هر چیزی که ما داریم از همین سخن گفتن و حرف زدن ماست و سخن گفتن واقعا اتفاقی رو رقم میزنه که هیچ کس نمیدونه. پس تمرین تو انجام بده و اگه تو هم مانند من دوست داری پیشرفت کنی و مانند کسای دیگه هم هستی که قرار پیشرفت کنن، این ویدیو برای توه و هر روز قول بده که از دیروزت بهتر باشی و متفاوت بودن رو تجربه کنی، چون که ما همه انسان ها متفاوتیم. و بازم میگم آخر مثل همیشه در آخر ویدیو، مهم نیست از کجا آمدیم، مهم اینه که به کجا میریم. Life to life again for you. See you soon.